اینجا هاستل و کافه نارسیسه. وقتی میام اسمم میرم هاستل نارسیس چون حس و حالش فرق میکنه. حس خونه میده. آدم دلش میخواد همینجا بمونه. بعد تجربهش کنی تا بفهمی. اگه خواستی میتونید تو آشپزخونه خودتون غذا بپزین. اینجا فضای اشتراکی داره و میتونید کلی دوست پیدا کنید و وارد خانواده جدیدی بشین. یا میتونید تو کافه نارسیس غذا و نوشیدنی سفارش بدید. نارسیس یه خوابگاه هم داره که فقط مخصوص خانوماست. نارسیس رو خانوما اداره میکنن، برای همین راحتی خانوما خیلی براشون مهمه. اینجا کلی دور همیای مختلف و ایونت‌های جذاب برگزار میشه. اینجا میتونید مهمونی و تولد خودتون هم برگزار کنید. اینجا حال دلتون خوب میشه.